سلام به دنیای گیم، من مستر گیمر هستم. امروز اومدیم با هم دیگه نت فور اسپید رو گوشی. شاید بگیم نه، نت فور اسپید نیست. این بازی که میگم اسمشو در حال حاضر نمیدونم، زیر کپشن این ویدیو نگاه کنیم میذارم، میتونی بری دانلودش کنی. یه بازیه که بدون اینترنت میری توش پلی میدی اینطوری بگم، پلی میدی و خیلی خیلی حال میده. برو بریم سراغش. Let's go. خب رفقا، خیلی خوشمزه به گیم پلی. بچه‌ها خلاصه بازی همینه. یعنی چی؟ یعنی که ماشین رو انتخاب میکنی، میری جار زد و بنج ماشین فقط زمان زده. اولی ماشین کل بازی رو تن زرد میگرده. من نمیدونم فاز بازی چیه. آبی داره با سیاه که سیاه قفله ولی تو رنگا میتونی. من نمیدونم فاز بازی چیه. نگاه اینجا سیاه قفله ولی تو این میتونی سیاه برداری. دیشتیده خلاصه. برو بریم سراغش. ماشین فقط جار زد و بنج مپ رو انتخاب میکنیم و سید علی گو من آقا یه رکورد داره بالا سمت چپ بگی چقدر پول گیرت میاد تا جایی که میدونم. البته فکر کنم ماشین باز باشه در عقب یه بوغلی داره، بوغ میزنی یارو میگه گاه خوردم. نگاه کن خیلی حال میده. آقا دیگه همین روال رو بریم جلو. میرسیم به یه جایی که دیگه بعد بگیم گاه خوردیم. دیگه اونجا رو بعد بگیم نگاه الان بوغ زدم دلقک 4 تا بوغ زدم تازه یادش میافته. آها ای مشتباقت شد. آقا فشار چه بذار یه ماشین خریدم، ماشین عهد دقیانوس، ماشین پیکان جام آبیش میکنیم با پیکان. میخوام برم براتون لایی بکشم. اولاغ باشه پیکان جام، پیکان جوانان آبی بچه های کنان. نگاه کن سرعتش اندازه ماشین معمولی است، از منظور معمولی تو بازی هست وگرنه که ولی فکر کنید که با پیکان اینطوری بیاد مویی بکشه وسط جاده فساجه رو. ماشین فی قسیم زونه گرخندک و نیدل میاو چی دارم میگم. بچه این بازی بدون نته ولی روزایی که برق میره خیلی کار در میاره. مثلا برقت میره میشینی نگاه میکنی میگی گرخندک و نیگل حالی که او دریانور باشه جام با پیکان جایی که به چخ رفتیم دلم فدا کردم. بیگی منو کار داری؟ آل به همه بگو ما که چون آخر ایرانی با پیکان جوانان. موز بازی چه حالی داشت بگم با پیکان بری جاده بسا جرام شمال بهتر جاده چالوس یکی به دو بجو منم و تو نیمه شب. آقا خلاصه بازی همینه دیگه، حال کنیم. بله یه بازی بهتون نشون دادم وقتی برق بشین بازی کنیم حاجی ده خدا دارم دیمونه میشم. چی تورمود وای گوزو من نمیزم پیاده شد که پیاده نداره مگه در یه لحظه باز جی تی ای گرفتم پیاده بشی چی برداری کل برداری بزنی هدشو. آی خدایا بکن جوانان به بچه های کنان کجا داریم میریم؟ ته بازی همین چی نیستان کلا باید برونیم. ازگل ترماز میزنی خدا دیوونه خونه است. دیوانه خانوی
بیام باید جهالی بیده نظر تو بچه تا کجا بریم این بازی ها دست من تو کامنت همین ویدیو بگین تا کجا بریم. خیلی بازی سختی بود بابا. بارا گام شد دیگه دلقک. حالا بچه حالت های دیگه هم دارم. میره تو ستینگ خودستون این داره. ببین مثلا الان این خود من نمیدونم چیه. اینطوریه که باید دستتو این وری ور کنی. نگاه اینطوریه این وری ور رو بگوی دستتو باحاله. بذار ببینم یه چند بار باش بریم دور یکی. تمرکز کرده باشه. وای بابا وای چه سرعتی داشتم میرفتم خدایا. خدا رفقا به نظرم تا همین جای ویدیو کافی باشه. تا ویدیوی بعده همین گوزو معلوم نیست چرا نصبش کردم یا ویدیوهای دیگه شما رو خدای بزرگی سپارم. زدیا.